در ولایت چلیابینسک روسیه پرونده قتل آنتون چاشکین ساکن 32 ساله شهر یوروزان را تحقیق میکنند. چاشکین هنگامی از اوکراین به رخصتی آمدنش جنباخت. تشخیص طبی و دادگاهی به خلاصه آمده است که مرگ او در نتیجه لطوکوب به وقوع پیوسته است. در لطوکوب این اشتراکچی جنگ ضد اوکراین مهاجر 24 ساله از تاجیکستان کرامت الله اشور محمد را عیبدار میکنند. کرامت الله فعلا تحت جستجوی فدرالی گذاشته شده است، ولی به احتمال غالب به زودی تحت جستجوی بین المللی نیز قرار میگیرد، چون که تفتیشات احتمال الکی ترک قلمرو روسیه کردن و غالبا در تاجیکستان پنهان شدن کرامت الله را استثنا نمیکند. حادثه شب 22 ایول سال 2023 در یک بار در شهر یوریوزان رخ داد. آنتون چاشکین که از اوکراین به رخصتی آمده بود در بر مناقشه کرده جراحت وزن برداشت. به گفته شاهدان کرامت الله اشور محمد که نیز در آن بار بود، آنتون چاشکین را اشغالگر یا اکوپانت نامیده تحقیر کرده است. بحث آنها به کوچه کوچید و به زن و زنی پیچید. بر اثر یک ضرب سخت آنتون چاشکین به زمین افتاد و سرش به اسفالت برخورد و او از هوش رفت. کرامت الله اشور محمد بعد این جای حادثه را فرار کرده است و تفتیشات او را حالا به همین عیبدار میکند که جبر دیده را تنها پرتافته به او کمک نرسانیده است. آنتون چاشکین را دیگران از جای حادثه به بیمارستان بردند، ولی طبیبان بعد دارو کردن و با داکه بستن زخم سرش او را جواب دادند. روز دیگر یعنی 23 ایول احوال او بدتر شده است و این دفعه طبیبان سر چاشکین را تشخیص کرده معاین کردند که کوسه‌خانه سر او شکسته، مغز سرش آسیب جدی دیده است. چاشکین را به حالت کوما سونی درآوردند، ولی تلاش‌های طبیبان برای نجات جان او نتیجه نداد. چاشکین روز 2 آگوست در همان حالت کوما از دنیا چشم پوشید. او را روز 8 آگوست با برگزاری یک مراسم متنتن در جمع صدها نفر در گلگشت شرف یا علی اسلاوی به خاک سپاریدند. بعد مرگ چاشکین تفتیشات اتهام ضد کرامت الله اشور محمد را از قصداً رسانیدن آسیب وزن به سلامتی به کشتار عوض کرد. به جوان تاجیک بر اساس ماده 105 کودکس جنایتی روسیه برای آدمکشی همچون جزا از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند، ولی از بس که سخن درباره کشتار اشتراکچی جنگ ضد اوکراین میرود، یقینا دادگاه به او جزای حد اکثر را خواهد داد.